ساعت 9:30 صبح. بچه ها زنگ زدن گفتن بریم بسکتبال بازی کنیم. منم خواب بودم، من از خواب بیدار کردن. بیدارم کرد. بریم آماده شیم بریم این اینا به بسکتبال میخورن که من بخوام باشون بازی کنم. پاشید دیگه، ساعت شده 10. کوری مگه دارم آب رسانی میکنم؟ بابا بچه‌ها پایین منتظرم، پاشو. 2 دقیقه دیگه وایسی اومدم بریم. بابا الان دیگه داری چیکار میکنی؟ اینو توی نسا دیده بودم گفته بودم ولی صورت خیلی جمع چوسی کم از سربازی تو بریم پایین. 20 بار مانی زنگ زد. مانی ولش کن بابا، زیر زیاد میزنه. پاشو بریم. این ولی چیزایی که این نسا میبینید رو باور نکنید، این مزخرف یخ کرد. حاجی پیرم کرده، پیرمون کرده قشنگ. ناکن نمد بستم، من پیر شدم انقدر اینجا منتظر بودم. ساعت گوشیم کو ساعت چنده؟ وایسا بابا 12 چونه مادره تا ساعت 9 ما منتظر این بو بذار. یه ساعت اینجا نشستیم این کس خدا. یه ساعت چیه احمق؟ از ساعت 9 ما اینجاییم. زمینو بگیر ببین کجا داریم میاد. نگاه اسی ببین. اسی بیا. اسی کجا میری؟ ولش کن ببین زمینو بگیر داش کارو بگیر. اومدم مایکل جردن ها. من که میدونم حریف خودم نباشه. آره خدایی کری و میری و این آقاش مایکل جردنه. بچه به نظرت من یه 5 دقیقه تأخیر کردم؟ بچه‌ها خیلی منتظر موندن، من کلا یه 5 دقیقه تأخیر داشتم. گوسفندا رو بگید. ببین همش گوش کن. سلام. داری چیزیه منو بلند میکنه. سلامو زهرمار کجایی تو؟ قرآن 5 دقیقه طول کشید بیام بابا. دانک دستشویی بودم. ولش کن بابا داداش 5 دقیقه. ولش کن. خب 5 دقیقه. تو از ساعت 9 زنگ زدی به ما. برنامه‌اش چیه من اینا؟ زنگ نزدم، اون زنگ. آره برادر مانی جان فیلم بردار عزیز. اصلا داشت به میکاپش میرسیم. میکاپ دروغ میگه. به خدا شادم 5 دقیقه دستشویی کشید. 5 دقیقه. خب منو بگی. آره داشتم میگفتم بچه‌ها. خدای خیلی قشنگه. آره خدایی اصلا رفتی. اصلا هم نمیخوام. برو بیرون. باشه دیگه. برو بیرون. خب بگو این برنامه چیه؟ برنامه رو کشوندی اینجا. بچه‌ها اومدیم اینجا. قطع کن. یه لحظه من چی بگم. بگو. ویدیو شما درسته؟ بله. چالش شما درسته؟ بله. توپ کو الان با چی بازی کنیم؟ بله. خب توپ کیه این؟ بسکتبال بلدی؟ باشما. بچه‌ها بریم چالشش کنیم. بگو چالش تو بگو که توپ مال توئه. من میگم اول 3 بزنیم. اول 3 بزنیم. اونجا که زمینمون خیلی کیفیت داره بگیر شهرداری خوب اندیشه. نگاه کن داداش. سلام عرض می‌کنم خدمت شهرداری اندیشه عزیز. من بنده یک شهروند. بگیر ما زمینو کندیم. نگاه دوباره اضافه این میگن خاک اندیشه. اینجا الان آبه اما خاکه زمین ساحلی و خاک مثلا من استارت چالش رو نمیذارم بعد یه دونه همینطوری میندازم. مثل اینکه یه خدای قشنگ زد. بالاخره دیگه جوونیمون تو این بسکتبال. خب آقا اینا میرن 3 میندازن. منم که میدونید ستاره اصلا رو دست استفن کری نیومده رو 3. الان میریم. تموم شد. برایانت الان میریم محلش میره. الان میریم چالش شروع میکنیم. مانی گفت اول 3 میزنیم. بریم 3 رو بزنیم بعد بریم. کدومتون مال زدن اول بزنه؟ با اون سیست بابا برقار فروجه. ببین بس داره زدن چی باشه. زدن یه لحظه بگیر اینجا رو. باریکلا. بهتر از من خفه شد. آقا بزنم شرطی. هیچکی بهتر از من اینجا نیست. یه لحظه وایسا. ستاره‌ای که دوست داری کیه؟ لبران جیمز. استفن کری نه. 3 کریستیانو رونالدو. یه لحظه اینجا رو بگیر. این آقا پیرابه انیمنی چیه به قول گفتی بچه خوب می‌بینی آخرین باری که گنده گوزی کرد
دروغ میگه. 15-2 باخت. یعنی چی؟ یعنی مدرکی داری؟ سختم. آره. تکبیر کنیم چه اول بزنیم. چقدر گو میخوری یه جور بلاکش کردم. آها یه لحظه تدارکات شهر اندیشه رو بهتون نشون بدم. مثلا از بچهای تدارکات. یه دقیقه وایسا. برامون خطگیری کردن اینجا. دمشون گرم. فقط همین خطو ما بفهمیم آجی لاینه برو. خب خطر من کشیدم. حاجی عداداش داشتن، یعنی خدایی خدا رو شکر من تک برزندم چون داداشی مثل مهدی نداشته باشه. ببین یه چی بهت بگم. یه چی بهت بگم. من داشتشون باشم. من میگم ببینیم واسه یارانش هست هم داداش نداری تو. خیلی راحته. آره حالا بیا تک بیاره کن. حالا بیا اینجا. آقا تکبیر کن. بیا اینجا. اکی تک بیاره گوز. اکی تک بیاره اول میندازه. خب وایسا. نمیشه آمدش کنیم. بشو ها هر کی کی برای بر خود خود عددی عددی بیاره. بیاره. 5 10 14 15 خب من میشمارم. برو. 3 تا خدا 1 2 3 1 2 3 4 اسکا باید 4 5 6 میشه. 10 15 اولین نفر تویی دوم سوم چهارم پنجم. چرا؟ بهش بعدیشه دیگه. چرا به چپ رفت؟ عشقم. راست نیومد. عشقم استفن. بزن. سارو بگیریم باش. خب از اونجا که معلوم شد این سگه قرار اولین نفر باشه و اینکه از پشت اون خط هر کی 3 تا 3 تا چی بود اسمش؟ 3 تا شانس داره که خودش رو به ما ثابت کنه. منم که می‌دونی دیگه اومدم برای انتخابات تیم ملی. دیگه بزن ببین. گم شو بعد. خدای بسکتبال. خدای گنده. نه ولش. خدای آسمون ها خدای کهکشان. حالا بگیر. برو بعد. انتیلی اینجا رو داشته بگیر. سمت کجه. اینجا رو داشته باش. این نفع دیگه بریم برای ضربه دوم. برای ریدم دوم. آفرین. برو. بگیر. از دوتا بیا اینجا بیا معذرت میخوام کری. بیا اینجا بیا اینجا لحظه دست برو وقت من میخوام بیاد کنم من تو بهم یاد ندادی که بریم سلطان کری. آقا تو خط خب اینا برو بر بزن دیگه. بزن بنده تویی. برو ولش کارو جمع کرد. بریم یا علی. باز نزدیک. خدایی اینو دیگه خیلی قشنگ زدم. اینو سه امتیازی حساب میکنیم. خدا وکیلی اصلا یه تاج بزن اینجا، یه تاج بزن داداش. مهدی کفر به درد نخور. گذاشتم دیگه. بریم برای 3 تا ضربه مانی. ببین چجوری میزنه. حاجی یه جوری سیس میزنه اینا خودم تو شک. بگیر اینو نگاه کن. قسمت جایگذاری مغزت خرابه. باید بابا بزن بابا. باشه احمق. همونیه که من گفتم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا جان. باز بهتر از بینی بود. خیلی بهتر از این سگه بود. بهتر از بینی بود. سکه. من نگفتم که. ایشون گفت این دومی فکر کنم اسم دومی یه دومی نگاه کن رید ایربال. من اصلا ایربال نزدم. یارو کلاس بسکتبال رو ازش بهتر شوت میزنم. ایربال نشد اون. ایربال شد بابا بیدار درخواست نزن. وی آر دارم. درخواست وی آر. بریم برای ضربه سوم. ضربه آخر ببین رید. ببین آره آجیلونم هستم. بزن. آجی یعنی منم بنیامینی یکی. روز همینطور که معلومه وقتمون رو تلف کردیم و حاجی 20 سال سنشه این. یعنی بیشور. نه اینه اودار. یعنی من سومی بودم این چهارمی اونم آخری. سومی که این بود. راست میگه. اول این دومی بود. منم. برای ضربات محمد. یعنی محمد رفتم چیکار برای تقویت قوای جنسی. فقط یه دونه یارو بود میومد تو اینستاگرام. اینو بخور برو تمرینو بکن. بریم برای کویتر معزون کره زمین. باری کلا
حاجی وایسون چی بود؟ یارو درست میکرد. خب الان دارم چی میریزم؟ الان دارم گردی اصل میریزم. گرده اصل که گردی اصل میریزم. اینو بخور برو تمرین رو. اونایی که دماغشون ترنده نمیتونن بسکتبال بازی کنن به خاطر اینکه اینجوری میگیره جلو تو رو. برش کن بریم سراغ ضربه دوم محمد. ایربال بیا برو من صحبت نکنم درباره این فوتبال مسخرتون بهتره. شاش بزن ضربه سوم و آخر محمد حسین انصاری فرزند اصغر انصاری فرزند همکار حسن امیدعلی. تکبیر الله من همه تون بهتر زدم. اسلی بیا اسلی سریع بزن همینو میریم سراغ ضربات اسلیه. بارا صورتت مثل لوستر میمونه بابا برو اونور. میتونید چند سالانم یه ویدیو بگیرید. اسی اونو میکنیم چرا مزهی؟ اصلا قبول بود نبود پاشم که رو خط بود نبود اونم Green Giant. اسی یه دونه آجی 5 زد هیچ کدومش نرفت آجی یارو گاوه. ضربات آقا امیدعلی ما یه همسایه داریم اسمش غلامه. خب بچه‌ها دای غلامم. امتیازهای بچه‌ها رو تا اینجا امتیازهای بچه‌ها رو اینجا میذارم. امتیازشون به ترتیب میاد. اسی اوله این محمد آقا رو و من میام الان نگاه کن بین اینا یهو چه فیک شاتی زد مایکل جردن گوه بخوره اینجوری بزن. بچه بیا پایین کسچه نگو سرمون درد گرفت. برش بباز. Green Giant. آجی تو باسرش عروسیه ولی نمیخواد جا دوربین بگه. بده من نگاه اصلا نگرفتی؟ چپ رفت بگیرم. نه بابا کسکو چیپ بود. فقط منو میگیره. دوزت پایینه که تو رو میگیره. تو چقدر نمکی کن. امروز هم روز دربیه. خب مثل همیشه میدونیم دیگه تهران آبیه. البته الان که فکرشو میکنم یه ذره آره دربیه دیگه. فقط میدونم که استقلال شاید بده. بگی بله 8 ساله میخواد ببره. کاری میگی؟ اشکال نداره داداش. من از خودم مطمئن. آخریه بگی؟ بگی نگو فقط ته خنده است. نگاه کن یه لحظه. بچه‌ها بریم برای پنالتی. ببین یعنی حداقل از این ماهی من تو این چاله یعنی بگو اسی اون سیسو نگاه کن تو رو قرآن. بیا ایگون رو نگاه کن. حاجی چوپونا بودن زمان قدیم نشسته داره با چوپو صحبت می‌کنه میگه محمد جان دادا گوسفندالو بردی چرا؟ اونم میگه حالا چالش بعدی پنالتی. یک چیز فوق‌العاده راحت. من توضیح بدم تو قشنگ توضیح نمیدی. برو زهر نزن. زهر نزن. من اونقدری که تو بسکتبال چون چالش بعدی پنالتی. بارا صورتت مثل لوستر میمونه بابا برو اونور. خطشو بچه‌ها رو گفتم بنیامینی که این ور و اون ور دیدینش. بیا اینجا خط کشی بچه‌ها نشون بده. سری بزن قانون‌های پنالتی رو بذار بهتون توضیح بدم دوستان. قانون‌های پنالتی بچه‌ها پنالتی اینجاست. این چوپونمون برد تو. قانون‌های پنالتی برو بر خود نباید استایلش رو درست باید باشه. نباید اینجا اینطوری گل خوریم یا پا نباید تا اینجا میتونید بلند شید ولی بیشتر نمیتونید بلند شید. اینطوریه دیگه. اینو تستی میزنن اونا که ممنونم. اینم نتونست بزنه. حججی تشدید. این نفر اولین ضربه یا علی کسی که منو مسخره میکرد. ببین انقدر بهش منو وایسا نه انقدر به بنیامین اعتماد دارم که توپش نمیره تو حلقه. اومدم وایسام زیر حلقه. برو
دیدم بابا قدم کوتاهه داداش استفن هم قدش کوتاهه استفن هم قدش کوتاهه برو ببین خدایی سخته پنالتی واقعا هر کی میگه سخت نیست Green Giant. من چند بار ببین من بخوری بیجا مانع ویدیوست بده دوای بسته دیگه حالت بیاد بابا اصلا اعتمادی تا حالا کیو دیدید انقدر به رفیقاش اعتماد داشته تمام شده رفت نما کن اینه بعدی فرامرز همینطور من به مانی هم اعتماد دارم داداش یه دونه زدم یه دونه حالا مانی رو بگید ترین بسکتبالیست سال 2026 در تمامی جهان کوچ محمد کوچ محمد هستم نه کوچ محمد حداقل ایربال نشد اولی به هر حال یه بار زدم Green Giant. الله زد من مثل تو نیستم آقا محمد همه اینا تاثیرات آقا محمد که کوچ بزن گل بله. نخور نمیشه ها بده اینجا خانواده آقا الان یه چی بهتون بگم میخواد که محمد رو فقط بفهمونه محمد باد بلند شد ولی خب چون نرف حساب چی شد؟ خاط نباید بلند شد ثابت جفار را سیده پنالتی زنید باید سکسر باشه یعنی آجی بیمزه همون بیمزه هست تو سامن مزه داری یعنی حاضرم از احمق بودن اینا رو بردارم اونو بگیر اوه بیا آسان زد یکی دیگه هست ما رفتیم دار فکر کنم محمد ببره آجی یعنی شرف بسکتبالیمون میره اونو Green Giant. اوه محمد دو تا زد ملشتید به قرآن ادعات اومدم میبرم بچه ها بگیریم واسه اسیو بگیر اسیو بگیر تای خنده است خریدی اول بیش منم من مردی که چوپون چی بود؟ حاجی حلقه اینجاست گوسفند یه بار دیگه اسی نزد اسی سه زد اینو نزد یعنی سره حالا گندگوز اعظم کسی که ویدیو رو داره ببین از میگیره اینجا رو بگیر این پشت بندازم قبول کلشو من بردم نه اعتماد دارم هیچ کی نمیره باید سوزی آره نکن تو رو قرآن مانی رفت دو نفر رفتن تو اعتماد داری دیگه دو نفر بگی من حالا بگی. اعتماد ندارم ولی نمیرم چرا برو با حال نمیرم ببین تو اعتماد داری دیگه به هیچ کس اعتماد نکن سجاد ماهی سوسماس خودت ای داداش بیا الان میبرد مزرعه پنبه بیا اینجا اشکال نه چون خرابه پام بلند نشه اینجوری ما اینو اوکی اینجوری بنده به عنوان جایزه برنده بازی توپو با خودم میبرم گوه خوردی بکری بردی گو خوردی اوه چپ نه چرا من بردم بین ما من بردم تو بردی تو اول شد تو فعلا امتیازت بیشتره تمام متاسفانه بده من یه بده چش بسته بودم بچه تمام شد متاسفانه هیچ بازی نبود بیاید فوتبال بابا تک شوت گلر دیگه خدا گندگوزی به من نیومده بیا اینجا اینا بگیر اینو بیا اینجا محمد جان آسی بیا اینجا سه تا برنده بچه خداحافظ لایک کنید ساب کنید کامنت بذارید خیلی خوشحال شدم آره خداحافظ شوهر بین برنده نیومده